برای هممون پیش اومده که تو سخت‌ترین شرایط زندگیمون که خیلی نیاز داشتیم یکی کنارمون باشه، دقیقاً برعکس شده. یعنی بهترین دوستمون هم دیگه سراغی ازمون نگرفته یا حتی عشقمون هم ترکمون کرده. به نظر دلیل این موضوع چیه؟ چرا اینجوری میشه؟ فکر میکنی بچانسی توئه؟ یا شاید پیش خودت بگی آدم‌های اشتباهی رو انتخاب کردی، اما اصلاً اینطور نیست و داری کاملاً اشتباه میکنی. میخوام یه حقیقت خیلی تلخ و البته ترسناک رو بهت بگم. اگه همین لحظه زیبایی، پول، حال خوب، موقعیت اجتماعی و کاریت یا حتی سلامتیت رو از دست بدی، قطعاً اکثریت آدم‌های اطرافت دیگه سمتت نمیان و حتی جوابت رو هم نمیدن. میدونم خیلی آزاردهنده است، اما این یه واقعیت محضه. نیکولا ماکیاولی حدود نیم قرن پیش این موضوع رو بیان کرد. البته این موضوع به مذاق خیلی ها خوش نیومد و به همین دلیل اون رو شیطان خطاب کردن. در حالی که ماکیاولی هم یکی مثل من و تو بود. اون فقط جرأت کرد و این موضوع تلخ رو بیان کرد. تو این ویدیو قرار دلیل خیانت آدم‌های اطرافت رو بهت بگم و از اون مهمتر راهکار این که جلوی این کار رو بگیری هم بهت یاد بدم. این یه قانون درباره همه آدم هاست که تا وقتی بهشون سود میرسونی باهات خوب هستن و دوستت دارن، اما به محض اینکه یه مشکلی برات پیش بیاد یا تو خطر بیفتی به راحتی تو رو کنار میذارن و ترکت میکنن و این یعنی نهایت نمک نشناسی و ترسو بودن. اما متاسفانه واقعیت همه آدم ها همینه. قطعا الان با خودت میگی که نه من اینطوری نیستم، ولی میخوام خیلی رک و بی‌پرده بهت بگم که این بازی ذهنه. آدم ها تبحر خیلی خوبی تو این دارن که نقش یه آدم خوب رو بازی کنن، چیزی که ماکیاولی تو کتاب شهریار هم بهش اشاره کرد. آره دوست خوبم، تنها چیزی که برای آدم ها حتی تو و حتی خود من مهمه منافع شخصیشون هست. اشتباه نکن، نمیخوام بگم که ذات آدم ها خرابه و ایراد داره، نه اصلا، بلکه ذات رابطه اینه که بر پایه معامله است. حالا هر رابطه‌ای که میخواد باشه، پارتنر، دوست، همکار یا هر کی، تمام رابطه بر اساس اون دستاوردی هست که تو داری به طرف مقابلت میدی. حالا میخواد پول باشه، عشق باشه یا حتی موقعیت کاری یا اجتماعی. مهمترین قانون هر رابطه همینه و وقتی تو دیگه نفعی برای طرفت نداشته باشی، اون رابطه از بین میره. حتی روابط خانوادگی که دیگه بالاتر و محکمتر از اونها نداریم هم از همین قانون تبعیت میکنه. مصداق این موضوع هم همون فامیلی هست که سالهاست ازش خبر نداری، اما تا باهات کار داره و احتمال میده تو بتونی منفعتی براش داشته باشی، فوری به سمتت میره. وقتی این موضوع رو بپذیری دیگه دلت نمیشکنه و ناراحت نمیشی، چون میدونی که مشکل از تو نیست و فقط تاریخ انقضای اون رابطه گذشته. حالا یه سوال خیلی خیلی مهم. تو دنیایی که همه چیزش و همه ارتباطاتش بر پایه و اساس منفعت طلبی هست، چیکار کنیم که بتونیم احترام خودمون رو حفظ کنیم و بازیچه نشیم؟ کلید قدرت تو همینه که تو ادامه بهت میگم و ماکیاولی هم خیلی زیبا چند صد سال پیش بهش اشاره کرد. بچه‌ای رو تصور کن که جیغ میزنه تا عکس‌العمل والدینش رو ببینی که آیا کوتاه میان یا نه. آدم‌ها هم دقیقاً همینن، یعنی دائما دارن تو رو میسنجن که تا کجا و چه اندازه‌ای میتونن به نفع خودشون از تو استفاده کنن. یکم به اطرافیانت بیشتر دقت کن. بی احترامی عشقت، کنسل کردن قرار از طرف دوست صمیمیت و همکاری که از زیر بار کارهاش فرار میکنه، همه دارن تو رو آزمایش میکنن و اینجاست که باید خیلی مراقب باشی و عکس‌العمل مناسب نشون بدی. اگه بیخیال بگذری یا بگی اشکال نداره، بازی رو باختی و نشون دادی که بی ارزش هستی و خودت یه جورایی بهشون اجازه میدی که بهت بی احترامی کنن. طبق گفته و نظر ماکیاولی، تنها شرایطی که آدم‌ها کارشون رو درست انجام میدن وقتی هست که زور و اجبار بالای سرشون باشه. پس اگر احترام میخوای، مرزبندی تنها کافی نیست، بلکه باید ارزش خودت رو به آدم‌ها بفهمی. موندن تو رابطه و فضایی که احترام وجود نداره یعنی مرگ تو توی اون رابطه. البته هر احترامی هم قابل قبول به درد بخور نیست. احترامی که بخواد با درخواست و خواهش باشه هیچ ارزشی نداره. اون احترامی ارزشمنده که طرف بدونه با کمترین و کوچکترین اشتباه تو رو از دست میده.
سمی‌ترین و خطرناکترین قسمت هر رابطه دقیقاً همینه که زیادی در دسترس باشی. در واقع اصلاً اینطور نیست که اگه همیشه جواب بدی و هر وقت طرف خواست تو باشی، عشق و علاقه و پیوند اون رابطه بهتر و بیشتر بشه. بلکه برعکس، زیادی بودن و همیشه بودن ارزشت رو از بین میبره. به نظرت چرا هر رابطه‌ای اون اولش همیشه جذاب و شیرینه؟ چون هنوز اون شخص رو نمیشناسی، برات جذابیت داره و به محضی که یه شناخت کافی ازش میرسی، یک نواختی به جو رابطه حاکم میشه و اون برات حکم یه ابزار رو پیدا میکنه. جذابیت وقتی ادامه دار میشه که توی رابطه یه شخصیت مستقل باشی با اهداف و چارچوب‌های خاص خودت. همیشه باید بخشی از زندگیت رو برای خودت نگه داری تا دیگران کنجکاو بمونن و برای به دست آوردن تو تلاش کنن تا در نتیجه احترامت هم همیشه حفظ بشه. اگه میخوای عزیز باشی، باید کاری کنی که بقیه برات وقت بذارن و زحمت بکشن. شاید پیش خودت تصور کنی که این جملات و حرفها خیلی خودخواهانه است. جایگاه عشق واقعی پس کجاست؟ اصلا قصدم این نیست بگم که عشق وجود نداره، بلکه میخوام این تلنگر رو بهت بزنم که همونطور که ماکیاولی هم گفت، عشق شکننده است. یه جمله معروفی است که میگه بهتره ازت بترسن تا عاشقت باشن. این به این معنی نیست که فقط حق خودت باشه و خود رأی باشی، اما چون عشق دست خود آدم نیست و اتفاقا دست طرف مقابل هست و هر وقت بخواد میتونه تمومش کنه، پس تو باید طوری رفتار کنی که اون تو رابطه بهت احترام بذاره و ازت حساب ببره، چون اتفاقا این یکی کاملا دست خودت. اما اون کار خیلی خیلی مهمی که باید انجام بدی اینه که دیگه ساده لوح بودن رو کنار بذاری و همین امروز یه لیست از روابطت بنویسی، چه کاری، چه عاطفی یا هر چی. بعدش چک کن ببین تو کدوم یکی از اونها داره ازت سوء استفاده میشه، تو کدومشون داری بیش از حد براش مایه میذاری و اصلا از حذف کردن افراد از زندگیت واهمه‌ای نداشته باش. اونی که فقط وقتی که بهت نیاز داره سراغت رو میگیره مشتری بیشتر نیست، که فقط فکر خودش رو گرفتن امتیاز مجانی برای خودشه. اسمشون نمیشه دوست گذاشت، پس قطعاً باید حذف بشه. اینطوری یاد میگیری که هیچ وقت اینطور آدم‌ها و روابط اشتباه غافلگیرت نکنن و قربانی نشی. شاید یکم سختگیرانه باشه این طرز فکر، ولی تنها روشی هست که بتونی روابطی مفید با آدم‌هایی که بهت احترام میذارن داشته باشی و این روابط پایدار هستن و با کوچکترین ناملایمت از هم نمیپاشن. حالا دیگه تصمیم با خودته که یه فرد ساده لوح باشی که مثل نجیب زاده های تو قصه ها منتظر یه عشق ابدی هست و مدام خیانت و سرخوردگی نصیبش میشه، یا اینکه فکورانه و آگاهانه نه با انتخاب‌های درست مثل یه پادشاه قدرتمند و دارای احترام توی زندگی و روابطت باشی. اگه فقط یه جمله ماکیاولی که تو ادامه بهت میگم رو آویزه گوشت کنی و بهش عمل کنی، قطعاً خیلی از مشکلاتت حل میشه و اون جمله اینه: توی جنگل زندگی نیاز هست که چیزی فراتر از یک انسان باشی. باید ترکیبی از شیر و روباه باشی. بیا تا بیشتر برای توضیحش بدم. شیر قدرت زیادی داره و میتونه از لحاظ زور بازو خیلی ها رو شکست بده، ولی خیلی ساده است و به راحتی توی دام میفته. اما در نقطه مقابلش روباه قدرت زیادی نداره، اما خیلی حیله‌گره و حواسش هست و کمتر پیش میاد تو تله بیفته. بیشتر آدم‌ها یکی از این دوتا هستن. بعضی‌ها با سر و صدا و قلدری میخوان همیشه پیش برن چه بالاخره یه جا تنهایی گیر میفته. بعضی‌های دیگه هم فقط میخوان با فریب و حقه کارشون رو به سرانجام برسونن که اونها هم بعد یه مدت کوتاه دستشون رو میشه. برای همینم باید این ترکیب رو داشته باشیم: ظاهر روباه به علاوه باطنش. با این ترکیب میتونی احترام رو برای همیشه و تو همه جنبه‌های زندگی و روابطت داشته باشی. یه نکته آموزنده خیلی مهم دیگه هم میخوام از ماکیاولی بهت بگم. اونم اینه که میگه تظاهر به فضیلت مهمتر از خود فضیلته. شاید به هم خورده بگیری که این حقه بازی و دوروییه. میخوام راحت بهت بگم آره درسته، ولی برای بقا لازم. قرار نیست سر کسی کلاه بذاری، ولی لازمه برای موفقیت خودت این کار رو انجام بدی. هیچ وقت لازم نیست کارها، برنامه‌ها و اهدافت رو جار بزنی، چون با این کارت به آدم‌های حسود و دشمن‌های اطرافت راه ضربه زدن به خودت رو نشون میدی.
که سنگ جلوی پات و تو مسیرت بندازه. روباه بودن یعنی اینکه ساکت باشی. بذار فکر کنن ساده و چیزی متوجه نمیشی. اینطوری اونا مقابلت گارد نمیگیرن و تو آزادانه و راحت میتونی کارهای لازم برای رسیدن به اهدافت رو انجام بدی. وقتی نتیجه لازم رو گرفتی، خودش سر و صدا میکنه و اون وقت یه کسی نمیتونه بهت ضربه بزنه و این نقطه قوت و قدرتمندی تو میشه. حالا وقتش رسیده بریم سراغ مرحله خیلی خیلی مهم و حیاتی بعدی که بهت چیزایی میگم که با انجام دادنشون دیگه هیچ وقت هیچ کس نتونه بهت احترام نذاره یا بخواد بهت حقه بزنه. میخوام درباره یکی از مفیدترین قوانین ماکیاولی بهت بگم که شاید در ظاهر خیلی به مذاق کسی خوش نیاد ولی واقعاً کار میکنه. اونم چیزی نیست جز قانون وابستگی. این جمله طلایی ماکیاولی رو خوب و با دقت گوش کن. وفاداری آدم‌ها به تو فقط تا وقتی که بهت نیاز دارن موندگار هست و بعدش تو رو دور میندازن. خیلی از آدم‌ها فکر میکنن که با مهربون بودن، کادو خریدن، لبخند زدن و این قبیل رفتارها دوست داشتنی تر میشن و جایگاهشون توی رابطه محکم تر میشه، در صورتی که کاملا در اشتباه هستن. طبق نظر ماکیاولی فقط نیاز و ترس از دست دادن هست که باعث استحکام یک رابطه میشه، چه کاری باشه و چه عاطفی. برای نادیده گرفته نشدن مفید بودن تنها کافی نیست، بلکه باید ضروری هم باشی. حالا تفاوتشون چیه؟ آدم مفید مثل روغن زیتونه، خوبه ها، ولی اگه نباشه میشه از جای دیگه هم تهیه‌اش کرد. اما آدم ضروری مثل اکسیژنه که اگه نباشه زندگی غیر ممکن میشه. اگه بخوام ملموس‌تر برات بگم، اون فردی که تو محیط کارش همه کارها و قلق‌های کاریش رو به بقیه هم یاد میده، اون آدم مفید داستان و هر لحظه ممکنه با یکی ارزون‌تر از خودش جایگزین بشه. اما اون کارمندی که یه چیزا و ترفندهای مختص خودش داره و به کسی نمیگه و لو نمیده، اون آدم ضروریه. شاید محبوب نباشه اما مهم نیست، چون مجبورن نگهش دارن. ماکیاولی معتقده که همیشه یک کلید رو برای خودت باید نگه داری، طوری که اون رابطه بدون تو دوام نیاره. برای حفظ یک رابطه نباید همه چیز رو باشه، چون اینطوری طرف مقابل دیگه احساس نیازی نمیکنه و هر وقت دلش بخواد به راحتی کنارت میذاره. به عبارتی تو باید منبع پیشرفت و دوام و اعتماد به نفس و موجودیت رابطه باشی و هیچ کس دیگه‌ای نتونه خلأ عدم حضور تو رو پر کنه. منظورم گروکشی تو رابطه نیستا، بلکه میخوام بگم تو باید منبع پیشرفت باشی. اگه اینطوری باشه همه بهت احترام کامل میذارن و برای حفظ تو تمام تلاششون رو انجام میدن، چون تو جایگزینی نداری. حواست باشه سلاطین و سیاستمدارها هیچ وقت نمیخوان مردم دوستشون داشته باشن و عاشقشون باشن، بلکه میخوان مردم بهشون تکیه کنن، چون اینطوری نمیتونن زیرابشون رو بزنن، چون اگه بزنن همراه اونا خودشون هم غرق میشن. پس از این به بعد این سیاست رو پیش بگیر که به جای التماس کاری کن که محتاجت باشن. وقتی نبودنت براشون هزینه داشته باشه میتونی مطمئن باشی که موندگار خواهی. تا اینجای ویدیو یاد گرفتی که چطور یه دژ محکم و استوار برای خودت بسازی. اما اگه نتونی داخل این قلعه رو از موجودات موذی و مزاحم پاکسازی کنی، هیچ فایده‌ای نداره، چون دیر یا زود از درون میپوسه و خراب میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته و زحماتت به باد نره، ماکیاولی میگه فقط یک راه داری، اونم اینکه بدون ملاحظه و در نظر گرفتن چیزی مثل یک باغبون بی‌رحم هرس کنی. علف‌های هرز، انگل‌ها و تمام اونایی که هیچ فایده‌ای ندارن رو بی‌تعارف حذف کن، چون اونها نه تنها مفید نیستن بلکه به مرور زمان به تو آسیب هم میزنن. خیلی از آدم‌های اطراف همه ما دقیقاً همینطور هستن. نمیخوام بگم اینا دشمن هستن، نه. باور کن دشمن شرف داره به اینا خیلی خطرناکتر از هر دشمنی هستن، چون دشمن همه چیز شروع و مشخصه، ولی اینا در حالی که کنارت هستن اما دارن کم کم خونت رو میمکن. اصلا دنبال تغییر آدم‌ها با محبت و مهربونی نباش، چون ذات آدم‌ها غیر قابل تغییر. ماکیاولی میگه سعی نکن کسی رو اصلاح کنی، فقط حذفش کن و خودت رو نجات بده. اما دقت کن که حذف کردنشون روش خاص خودش رو داره. باید مثل یه تومور سرطانی بدون دلسوزی و خیلی سریع و دقیق حذفشون کنی تا بقیه سلول‌های اطرافشون رو مبتلا و مریض نکنه. بدون هیچ توضیح یا حرف اضافه
فقط اونو قطع کن و بنداز دور تا زنده بمونه. بدون هیچ توضیح اضافی و بدون مقدمه باهاش سرد شو و کامل ارتباطت رو باهاش قطع کن. اصلا هم نیازی نیست عذاب وجدان بگیری، چون اینجا جای مماشات و آدم خوبی بودن نیست. طبق نظر ماکیاولی این کار برای حفظ خودت واجبه، وگرنه خودت قربانی میشی. پس از این که بقیه بیرحم و سنگدل خطابت کنن ابایی نداشته باش. همین الان لیستت رو بردار و تمام اونهایی که با دیدنشون یا شنیدن صداشون استرس میگیری یا حس خستگی بهت دست میده، فوری و بدون ملاحظه و ترس حذفشون کن. شاید اولش یکم سخت باشه، اما تا انگل‌ها رو حذف نکنی جا برای آدم‌های مفید زندگیت باز نمیشه و نمیتونی رشد کنی. حالا که پاکسازی رو انجام دادی و قبلش هم استراتژی‌ها رو یاد گرفتی، فقط کافیه این حقیقت طلایی که میگم رو به کار ببرید تا با سرعت نور به سمت حال خوب و رابطه‌های مفیدت حرکت کنی و اهدافت رو تیک بزنی. ماکیاولی میگه تمام قضاوت و رفتار مردم با تو بر اساس ظاهر تو حرفات هست، چون اونا از درون تو و زندگیت خبر ندارن. پس برگ برنده تو همون چیزایی هست که مردم ازش خبر ندارن. پس تا میتونی درباره اهداف و برنامه‌هات حرف نزن، چون این کار 2 ایراد و مشکل اساسی برات به وجود میاره. اول از همه این که وقتی حرفش رو میزنی ناخودآگاه خودت فکر میکنه اون هدف محقق شده و یه حس کاذب جلوی تلاش بیشتر برای رسیدن بهش رو میگیری. و از اون مهمتر اینکه اینطوری خیلی راحت خودت اسلحه رو میری دست حسودای اطرافت و بهشون یاد میدی که چطور و از چه نقطه‌ای بهت ضربه بزنن و جلوی راهت رو بگیرن تا موفق نشی. اگه میخوای قدرتمند باشی همیشه باید یک جعبه سیاه تو ذهن و افکارت داشته باشی که هیچ کس از محتویاتش چیزی نمیدونه. اینطوری غیر قابل پیش بینی میشی و راحت به اون چیزایی که میخوای میرسی. طبق نظر ماکیاولی وقتی مرموز باشی و بقیه حرکت بعدیت رو ندونن همیشه بهت احترام میذارن و ازت حساب میبرن. پس از امروز تمرین کن که انرژیت رو به جای حرف زدن صرف عمل کردن کنی و غیر قابل پیش بینی باشی. بذار نتایج و اعمالت به جات حرف بزنن تا اون موقع دهن همه از تعجب باز بمونه. اینایی که گفتم برای سرگرمی وقت گذرانی نبود، بلکه یه راهکار عالی برای فرار از این دنیای بی‌رحمی هست که اگه حواست نباشه هر لحظه ممکنه غرقش بشی. البته این ذات دنیا هست که واقعی هست و نباید بهش ایراد بگیری. و اینم بدون که هیچ معجزه‌ای قرار نیست اتفاق بیفته تا نجات پیدا کنی و فقط خودت هستی که میتونی به خودت کمک کنی و خودت رو نجات بدی. ماکیاولی هم یکی بود مثل من و تو، ولی اون یه تفاوت با ما داشت که جرأت کرد توی یه اتاق تاریک پر از نور و ملح یه چراغ روشن کنه تا راهش رو بتونه هموار کنه. الان دیگه تو همه چیز رو میدونی، هم استراتژی و هم راهکار عملی. و 2 راه داری. اول اینکه بیخیال بشی و مثل قبل ادامه بدی و منتظر یه سرخوردگی و خیانت دیگه باشی. ولی تویی که تا اینجا همراه بودی و ویدیو رو نگاه کردی، قطعاً راه دوم رو انتخاب میکنی که قبول کنی تو این دنیای بی‌رحم قواعد بازی رو یاد بگیری و با چیزایی که تو این ویدیو یاد گرفتی بتونی احترام برای خودت بخری و روابطی پایدار برای خودت بسازی و این اصلاً چیز کمی نیست. پس از همین لحظه به بعد بهشون عمل کن و بعد این خودت نقش داشته باش تو آیندت و فقط تماشاگر نباش. این ویدیو تمام محتواهای دیگه این کانال برای آدم‌های معمولی نیست. برای اون 1% آدم‌های خاصی هست که مثل تو میخوان سرنوشت و آیندهشون رو خودشون تعیین کنن. پس همین الان کانال رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو هم لایک کن.